حکمت، با عدالت شما این مسائل پیشکش بکنید. حق هر کس مد نظر گرفته شد. حق هر کس مد نظر گرفته شد. حتی حق طفلا. اگر طفلا میرن شوخی میکنن، شوخی از خود یک حد داره. اگر به حد شد باز تو کنترلش کن. اما این فطرت است که طفلکا را اگر الا بکنی در بیرون باز میرن خاک بازی میکنن. این فطرتش است. اگر خاک بازی کرد کم کم بانیشه، اما خاک اگر خورد باز توبیخش کن. این هر چیز از خود یک شرط و شرایط داره. اگر زن با حجاب بود بسیار اساس مقبول، اساس تشویقش بگو. اگر به حجابی را میخواست باز برش بگو که برادر اینی گپ اینترست. رحمت خداوند در اینی موضوعات است، غضب خداوند در این موضوعات است. وقتی برایش گفته شد اگر او انسان باشه و کلمه خوانده باشه و فهمیده باشه و به اصطلاح در خانواده درست تربیت شده باشه، بازو دیگر ایراد نمیگیره که نه ما چه کارا بکنم. اما است که بر ما پروردگار میگه وقتی حکم میکنید در بین مردمان حکم کنید به عدالت مد نظر بگیرید. جناب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به نام عمر عادل میشناسه میشه. جناب حضرت مبارک ایشان پیش از اینکه در کرسی یا چوکی خلافت بشینند، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیش از اونها خلیفه اسلام و یا مسلمین بودند. هنگامی که جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جان و جانان آفرید تسلیم میکند، تمام اون چیزهایی که پیشش از بیت المال وجود دارند که او عبارت از یک چراغ است و یک چپلی هست که ما او را به نام چپلی ما میگیم، اونا به نام نعلی میگفتند، و همین دو سه چیز پیش از این وجود دارند. جناب حضرت مبارکشان پیش از اینکه جان و جانان آفرید تسلیم بکنن ایره تسلیم میکنن برای حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و برش میگه که ایره در بیت المال. و اینجا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که سخت انسان با عدالت است، اینجا به ما یک اشاره میکنه و یک سخن خیلی ها قابل تطبیق و دقیق بر ما میگه که ای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ای کسی که بوی نبوت از وجود تو میآید، بوی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از وجود تو میآید، تو کاری کردی که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را حتی خونش تو جاری ساختی در جوی عدالت و تو تقویت کننده عدالت عمر هستی رضی الله تعالی عنه. و میگه که ما باید به همان چنانه که هست آنچه رسالتی که تو برای مردم رساندی او رسالت ما هم باید برای دیگرها برسانم و جسمن و روحن باید در عدالت فرو رفته باشم و باشم در عدالت. اما ما امروز میبینیم از موترهای دولتی چی استفاده های کنه میشه، از سرمایه های شخصی دولت چی استفاده های کنه میشه. حتی پارک ها را کوشش میکنن که با بسیار پیسه های گزاف، با پول های رشوت بپردازن، پارک ها را بگیرن برن منزل جور کنن و زندگی بکنن. این چقدر زشت است، این چقدر زشت است. هنگامی که جانب مقابل هر کسی که هست از خانه خود میبراید، از کجا راه بند میشه و این کاکا باید است در موتربندی بند نخورن دیگه. همگی در زمین بودن و تولد شدن خانه یک پدر و مادر و ای از آسمان افتیدن. چقدر بد است، چقدر زشت است. یگان دفعه 1 ساعت، 1.5 ساعت، 2 ساعت مکمل راه بند میشه که کس تیر میشه. بگذارین اونا هم در آبندی 1 ساعت، 2 ساعت، 2 ساعت تیر بکنن تا بفهمن که این شهر کابل یعنی کجا. یک تو سهولت ها با اونها ایجاد شده. بگذارین کم مشکلات ببینن، افتاو بزنشان، خاک دادم آقایشان بره که بفهمن که قیریزی کردن چقدر کار خوب است. پارک ساختن و نهال شاندن یا غرس کردن چقدر خوب است که اوار تصفیه میکنن. صرف در خود ماست. ما در خود بسیار مشکل داریم، سخت مشکل داریم برادر. منبع و اساس مشکل ما در کجاست؟
در همین است که ما قانونمندی خودت طبق اساسات قرآن نگذاشتیم. از خاطر ما همه خودسر روان هستیم ببینیم که آخر ما در کجا میره. تا اینجا خو رسیدیم دیگه، باش ببینیم که از این به بعد چی میشه. و روز به روز هم بی قانونی زیاد شده میره. یک وقت بود قسم میکنن میگن در مکاتب کسایی وجود داشتن به نام چپراسی